پیکو جنرال مرا چند وقت پیش گفتی افغانستان بیا برات مسیج هم کردم بیادر جواب مسیج مرم تو ندادی اگه اونجا بیایم خونه خود قربانتان ما واتساپ نمبر برات میتم در تیک تاک 20,000 نفر مسیج میکنه که اکثریتش خانما برای کی مسیج کنم جواب نمبر برات میتم دو نمو پرایوت برات مندازم باز بیا یعنی مردم آوازه داشتن میگفتن وقتی که دونالد ترامپ رئیس جمهور شوه افغانستان میره خیلی دونالد ترامپ هم شد چی شد سادات میگه ترتیب برابر سپورتونه کو سمی سادات چی شد خویال سمی سادات خو سگ ما سیست ما میفهمیم سمی سادات تو همی سگای خود کنترل کوام میگه که ترامپ و ترامپ دوستم یک جای لگه ساتانور دیگه جای لگه امی ترامپش یک سو پوتینش دیگه نه پوتین او ترامپ اردویش بچه او در ماستک او درزاده ماست از منطقه ماستک یا کم مشکلات آمده بود باز امریکا رفتن و پوتین روسیه را بالاخره او مشکل نداره کمی مامای میلاش و مامای بندیس والا به ناق بر ناق بندیس به خدا کیست مامای تو؟ مامای تو کیست؟ به شخصی برات میگم والا ناق بر ناق بندیس بی جنرال صاحب دفعه علاقل مجاهدم نه علاقل مجاهد او سوبانو ماما اندر علاقل مجاهد گوشه مامای اصلیم بندیس والا هماغه ماما ده شیرزاد صاحب د جمهوریت وخت کې بده موبایلونه اغلا کول ښه نه بستا ډاله ده بستا والله ښه موبایل ما خودم جنرال صاحب موبایل فروشی داشتم ما جنرال صاحب بیگه پارا نزن توهین نکن والله یک دیوار یکی زرولی است خو یکی زرولی در کابل در پل محمد خان شاهین صاحب موبایل فروشی درلودله ټول دغه حرامیان نه دي هغه څه ورته وایي چی قوای مرکز فروشان اسی قوای مرکز موبایل دوزی میکرد بر دکان تو می آورد دیگه کیال دل ما شکردرستم که دیگه برخلاف بودیم ما شکردرستیم موبایل خو از پیشش میگرفتی حال خو نه ما که دیگه برخلاف بودیم ما که دیگه جور نمیم جنرال صاحب من سوال داشتم سه سال میشه فکر که کمی حکومت شما در افغانستان 3 سال و یا 3.5 سال میشه که در افغانستان درست است و خودتون وقتی که در حکومت آمدی هیچ مثلا سرمایه نداشتی فکر که از کو پایین شده آمدین داخل بازار شهر خانه جای درست است اینمی فارم گوداری تو را ما در یوتیوب دیدم میلیون سرمایه کرده این پیسه رو تو از کجا کردی او دیوانه اول خو پرسان مرکو که ما از کوتانه شدیم ما صاحب یک کار یا کارخانه یک بزنس بودم الحمدلله کل مردم خبر است یکی دوم فارم گوداری ما که است تقریبا یک گوه که $1 لک حساب کنیم دیگه تقریبا هم $1.5 لک میشه خو ما 17 دانه گوه آوردیم 17 دانه گوه فهمیدی 17 دانه گوه شد 29,000 30,000 هم پورا نشد دلار علومه ترکتور یاد اما می سوال تو 100% صحیح است سوال تو 100% صحیح است از کجا کدی فهمیدی دوزی کدی چور کدی از کجا کدی دوزی هم کدیم چور هم کدیم غلیمت هم گرفتیم تو چی میگی که در افغانستان ما کدام امپراتور کدام بزرگ هستم کی دوزی نکده کی این موبایل دستکول دوز جنرال صاحب والا خیامیال یک چیز ما یادم اومد شما برادر عرفان یک دقیقه شما خوب از جنرال صاحب پرسان کردی این همون چیزی که حقیقت بود گفت برد آلی تو چند دانه موبایل دوزی کردی در وقت جمهوریت واقعیت بگو تو را به خدا قسم نه دوز نبود ما برو یک دفعه بیبی زندگی ما در سرای شمالی زندگی میکنم کلان باندش بود خودش دوز نبود خو نه یعنی چند دانه کلان باندش بودی دیگه یک پرسان که خود ما سر خود سر نداشتم باند موندم خوش نداشتم خودم صاحب باند بودم خودم بیادر کاکگی تیر کردیم جوانی تیر کردیم
پشت از این گپا نگرد. فهمیدی من خودم دکان داشتم، کلان دکان، بردم تیک تاک هم عکسای ما در فیسبوکم، برو سایت عکسای ما را فیسبوک ما نام عرفان شکردره است. برو یک دفعه ببین که ما چرا رقم کاکگی دیر کرده. ما شکردره هستم لالا، ما از کدامن هستم. کدامنی دوست نمی باشه، شکردره دوست نمی باشه، شکردره زدنی می باشه. انور دنگر خو میشناختی شکردره بود. انور دنگر خو میشناختی شکردره بود. شکردره اونو رقم آدما می داشته باشه، شکردره زدنی می داشته باشه. کدامنی زدنی است، کدامنی دوست نمی بیادر. امی حالا بگو در کدام کشور است که ما دات موبایل برات رای کنیم جون. خیلی برای تو تنها ما دوز معلوم نشم. تو چی رقم گپ میزنی؟ خیلی لوگریا دوز است؟ ما تو رو نگفتم دوز هستی، تو رو نگفتم. فقط یک سوال بود در ذهنم خلق شده بود که جنرال مبین می پول از کجا کرد. ما در ذهنم این سوال خلق شد، سوال کردم از این دی خبر بود از من. سوالت 100% باید سوال کنی. حق داری، هر افغان حق داره که از پیش ما سوال کنه و ما انشالله برای هر افغان خود امیر میگم که پول از کجا کردیم، چی تو آوردیم، چی توی را جور کردیم، با کدام ترتیب جور کردیم، آیندهش چی فکر کردیم، کلگیش انشالله. پتو هم نیست، ما در یوتیوب هم گفتیم، در تیک تاک هم گفتیم، باز هم میگم. اما یک متل از در پارسی میگه دوز نباشی از پاچا نترس. وقتی که خائن بودی سرمایه تا پوت میکنی، خب دوست که بودی سرمایه را پوت میکنی. که دوست نبودی علنی میگی که اینی گاوم است، اینی گوساله است، اینی دکانم است، اینی شرکتم است، به خاطر که تو از کسی نمیترسی. دوست هرگز سرمایه خدا در یوتیوب نمندازه که من اینی سرمایه دارم، میره دارم، موره دارم. دوست پوت میکنه، به نام دیگه کس بزنس میکنه. خائن، رشوتخور، غاصب نیست. به نام احمد و محمود و به نام فلانه بینک اکاونت جور میکنه. ما بینک اکاونتم به نام خودم است، 35,000 افغانی داش دارم فعلا. فهمیدی؟ فارم است، جای است، هر چیز. بچی که از کسی نمیترسم، در قصه کسی نیستم. یک اندیوالم است که بیادر فهمیدی اونمو میخواه یک جای درس بخونه، کمورا کدی ارتباط بسازم که امور یک جای ببر درس بخونه. ولی از خدا سعی که امی دزدای کلان نبود. وقتی که جمهوریت سقوط کرد خانهایشان برآمد. خانه دوستم کی دیده بود؟ اسپایش کی دیده بود؟ میلیون دلاری. از اتانور مارکتایش کی دیده بود؟ خب برای ما خو نمیگفتی، تو هم پوت میکردی. یعنی ما که آمدیم دیدیم که اوهو این هر نفر داده خانه داره، بلند منزل داره. یک روز فوزیه کوفیست که چی بالا شکریه بارکزای گفت ما در افغانستان بلند منزل ندارم. گفتم بیا در یک برنامه تلویزیونی بگو که به نام ما که هر چند بلند منزل است از مبین شد. این میره یک کلیپ جور کو بگو که ما دو بلند منزل تا در چاره عبدالحق بیغم اونجا برم گواه خود استاد کنم. بالکل چاره عبدالحق بلند منزل دی چقدر داخل شهر شکریه بارکزای خیلی خندیره گرفتی پاتی شوی بالکل سپاتی شوی. گواه معمولی نیست که بیادر. ای گاو پمپر کار داره، ای دبل بیت کار داره، ای خوراک بوفه میخوره. تو عجیبه گپ میزنی. جانلوز تو میگی گاو تا گاو میبرم. تو گاو در چاره عبدالحق نبر. بگو یک موتر BMW میخرم در چاره عبدالحق میبرم. بگو گاو بیادر در دشتای فهمیدی چمتالا و بیادر در دشتای دیسابز اینجا میبرم. تو میگی گاو در چاره عبدالحق میبرم. میشه رقم گاو میبرم. گاو میبرم. این گاو تا گاو است. جنرال دوستم در شیرپور جنرال دوستم در شیرپور خانه نداشت. خب گاو هستن. رفته بودم در شیرپور ملا خانم بود، خانه جنرال دوستم هم. از کلگیشان بود، از کلگیشان، از الف تا یا از سرک تا پچک کلگیشان بود. جنرال صاحب اگه ما افغانستان بیایم با دای فارمت کدام کار از با ما بیکار نمانم. منیجر فارم تو را تعیین میکنم. منیجر. والا تراکتورم یاد دارم. تراکتورم یاد دارم، اسکواتورم یاد دارم، موترهای کامیونم یاد دارم، موترهای کلانه. یاد دارم. تو در گوداری میایی یا در بارگین میایی؟ حالا زیر لنگای گاو موتو پاک کردیم می پاروی از ایرا کجا پرتیم خطابان در موتر بار میکنیم میبریم یک گوشه مندازیم نه؟ یک سال دیگه سال پاک میشه. ما گفتم که گاو تا گاو است، تو گواه ما را ندیدی. یک سال دیگه سال او را پاک میکنیم. در گوداری خود در کدام قسمت است؟ چرا برات بگویم؟ من میایم کار میکنم خواهد دور باشم چی بات میکنم؟ آمدی باز بخیر.
آمد از نه همون ولا این جاسوس سکندر است خود جاسوس سکندر است داد سکندر جاسوس دی اصلا برو که زیادی معلومی سکندر دیده سکندر والا سگ ازی با سکندر نه سکندر چه سپایده سکندر ده دیده دی سپی حیثیت نداره اونموجه ده لوکیشن بته اونموجه بر ده لوکیشن بته فارم جنرال موبین ده تیاره بیشی دایرکت ده می فارم تایت میکنه انترنشنال لوکیشن ما والا جنرال صاحب مگه ببینم با قرآن مردم میدانوی نمیمونن بیرو برایم والا اگه ای چیزان بگه تا بیا اومده کنتاکت شد فقط اونموجه که آمدی همی اللهوی تا شروع کو ناد بخوان بیازم یاد داری ای قصد در پیش روی جمع شوه که نه این ناد خان از کجا آمد ترانه دیگر رو یاد گرفتیم جنرال صاحب ترانه دیگر رو یاد گرفتیم بگو گله ده الله ابی پراول تشریف نده میاجده پسر لکه ده خنده دسرا گلو ندی نه دیگه باز جذبات شدی جذبات جنرال صاحب دا نه نمیجز که دیگه دین ته به نه به احترام احترامی نه که استړی مشوره نه دین ته به احترامی نسته آیات خو نه ده ویلی یو که بس ورور ستړی مشه تاسې زر ټاپي ولګوئ ذکر چې کوو دغسې هغه ده خو دا بعضې خلک لیدنه بدبخته نه کوي استفاده کوي غلطه خدای وکړي چې راته نه نو دا تو خدای ذکر ده داسې ذکر تا چېرته لیدلی ده مهرباني وکړه ذکر فارغ الله کوي چې الله چې کوي هغه بعضې دي چې رسې پیریان نیسي نو نه هغه څوک چې دغسې الله کوي هغه هم توهین ده که نه ده خو له هغه نه زده کړی دي چا مرید به وي ډېره بښنه غواړم جوړ خو یې راته صحت دی ښه د ژوند هغوی ته خو هېڅ نه وایه هغه خو هغه هم همدغه شی کوي به صحیح د ژوندی هغه ته د جنت توتیان وایي او ده ته وایي توهین یې وکړه نه خدای نه تاسو ته جار سم نه پوهېږم څه چاره پورته کړه منګه هېچ چاته جنت توتي نه قربان دې سم کنه اوس ولا رښتیا دی هغه ته هېڅ هم نشي ویلی دا